وطندارای عزیز، یک تصویر زیبا و مقبول برای شما از صبح وقت نشان بدم و ما خیلی یک رای دور آمدیم به خاطر که در کوی یک جای کار بکنیم. یه منظره های کوی هست، یعنی قریه هایی که به قول افغانستانی ها میگن فلان قریه فلان قریه، اینجا به شکل منجا کوی میگن در ترکیه. یه موتر ما با این ساختمان میخوایم کار بکنیم و داخلش تمام شده. البته بیرونش امروز قرار است اسکله بزنیم، یعنی کارمان بخیر ادامه داره. هموطنای عزیز، در هر جایی که ترابزون کار بکنی به این شکل منظره است و جای مقبولی است. کار ما هم در هر جای هر روز در هر جای است. خانه را که ما کار میکنیم تعمیرات و پلاستر کاری سیمان کاریش هست. این فقط سقفش کار میشه. یک بار دیگه هم که داخلش فعلا تمام شده. سقفی از که است، یک بار تراش میشه، بعد از یک کمی سیخمه زده میشه. این سقفه بخیر امروز با امید خدا صافکاری میشه، تمیز میشه. اینجا کوه است، جنگل است، جای سرسبزی است.